بابای محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هیئت شخصی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان برای گذشت پرد حربی بخشیده به 30 سالگی جشن قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سوار هستند. معاون یکم فرمانده سردار سرستاد قشون‌های سرحدی گنرال مایور رجب زاده. سلام رفیقان. سلام رفیق شما را به افتخار 30 سالگی تأسیس یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و روز سرحدبانان تاجیک تبریک میگویم. رفیقان گنرال ها و افسران و سربازان قشون‌های سرحدی، نمایندگان ساختارهای نظامی و مقامات حفظی حقوق، همه شما را به افتخار جشن 30مین سالگرد تأسیس یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تبریک میگویم. حفظ و حمایه سرحد دولتی، تمامیت ارضی و صاحب اختیاری دولت وظیفه قشون‌های سرحدی همچون جزء مهمی قوه‌های مسلح تاجیکستان صاحب استقلال گذاشته شده است. با افتخار و قناعتمندی ابراز می‌دارم که خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی که این یک مسئولیت بزرگ شهروندی و رسالت و قرض مقدس فرزندی خود را از آغاز تأسیس یابی این ساختار نظامی تا امروز با شرفانه انجام داده ایستادند. نتیجه همین خدمت صادقانه و ننگ و ناموس شماست که امروز دولت و مردم تاجیکستان در سیمای خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی، حامیان صادق مرز و بوم وطن، محافظان با اعتماد آرامی و آسودگی جامعه،
و دستاوردهای دوران استقلال دولت تاجیکان را می‌بینند و قدردانی می‌کنند. قشون‌های سرحدی ما در تاریخ نچندان طولانی موجودیت خود با دستگیری حکومت مملکت و یکی از ساختارهای نیرومند و منظم قواهای مسلح کشور مبدل گردیده، حالا با اساسهای مستحکم مادی و تکنیکی، شرایط معاصر و مهمتر از همه هیئت فرماندهی و متخصصان بلند اختصاص نظامی تأمین می باشد. باید گفت که احساس گرمی وطن دوستی و وطن پرستی و دوست داشتن هر وجب خاک وطن از جمله ارزش‌های مقدس و سنت‌های باستانی ملت تاجیک می باشند و تمام فرزندان قهرمان خلق ما که ما امروز نام و کارنامه آنها را با افتخار به یاد می آوریم، محض فداکاران راه حمایه مرز و بوم وطن و آب و خاک سرزمین اجدادی بودند. محض به همین خاطر ضرور است که هر یک سرباز و افسر از جمله شما مرزبانان شجاع ماهیت وطنداری و استقلال و صاحب اختیاری را عمیقاً درک کنید و با جان و دل احساس نمایید که وطن مادر مفهوم‌های مقدس و استقلال و آزادی نعمت بزرگ برای هر یکی ما می باشند. مبارزه وطن خواهانه یکی از سرلشکران بی همتای ملت ما، سپیتمین صحیفه درخشان کارنمایی و فداکاری تاریخی و خاطر حفظ سرزمین اجدادی از هجوم اجنبیان به حساب می رود. چنین مثالهای مبارزه و قهرمانی ها در تاریخ چندین هزار ساله خلقمان ثابت می سازند که حمایه وطن در همه دور زمان ها برای هر یک فردی با ننگ و ناموس و وطن دوست و وطن پرست از جمله شما سرحدبانان که وارثی ارزنده گذشتگان نیکنام خود می باشید، نشانه جوانمردی و شرف می باشد. بنابراین خدمتچان حربی قشون‌های سرحدی، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق باید از تاریخ عبرت آموز ملت سربلند و آزادیخواه، صاحب معرفت و تمدن ساز و سازنده و آبادگر تاجیک سبق جانیساری و مردانگی آموزند. دولت و حکومت مملکت با جسارت و دلیری و خدمت صادقانه و صافدلانه خدمتچان حربی قشون‌های سرحدی عرض می‌گذارد شجاعت و فداکاری و خدمت‌های شایان فرزندان با ننگ و ناموس وطن را که هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی برای حمایه مرزهای کشور جان خود را از دست دادند هرگز فراموش نمی کنند. در برابر این حکومت مملکت با در نظر داشت مسئولیت و مشکلات خدمت مرزبانی در قطار دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق برای فراهم آوردن شرایط مساعد و باز هم بهتر گردانیدن وضع اجتماعی آنها همه امکانیت‌ها را روانه می‌سازد. امروز وضع بسیار حساس و ناآرام منطقه و جهان، اینچنین حل مسائل وابسته به تأمین امنیت ملی و حفظ منفعت‌های دولتمان از سرحدبانان طلب می‌کند که بیش از هر وقت دیگر زیرک و هوشیار باشند، آماده باشی خود را منتظم بلند بردارند و به اجرای رسالت کسبی خود
در نزد وطن مادر با مسئولیت بیشتر مناسبت نمایند. بیش از 13 سال این جانب تاجیکستان در صف پیش مبارزه با خطرهای معاصر جهانی از جمله افراطگرایی و تروریسم قرار دارد و در پیشگیری کردن پهن‌شوی این خطر و تهدیدها به منطقه و جهان نقش کلیدی می‌بازد. با اعتماد کامل اظهار می‌دارم که هیئت شخصی قشون‌های سرحدی عنعنه‌های دیرینه اجدادی نکنام و دولت صاحب استقلالمان را ادامه داده حمایه مرز مقدس وطن عزیزمان را من بعد نیز با انتظام نمونوی رویه بلند وطن دوستی و صداقت و سوگند حربی تامین خواهد کرد. باور دارم که شما مردانان شجاع وطن همچون جوان مردان با ننگ و ناموس ملت در آینده نیز نه تنها در حمایه با اعتماد سرحدی دولتی اینچنین در رشد و پایندگی دولتی صاحب استقلال و صاحب اختیار تاجیکان که آرمان 1000 ساله این یاگان نیک نام ما می باشد پیش صف و نمونه خواهد بود. بار دیگر هر یکی شما معاوضان شجاع مرز و بوم وطن را به افتخار 30 سالگی تأسیس یابی قشون‌های سرحدی صمیمانه تبریک میگویم و به هر یکی شما تندرستی و خانه آباد، روح متین و اراده قوی آرزومندم. جشن مبارک مزبانان شجاع وطن.